آنها سبحان الله حضرت عیسی را تولد شد میگویند و با وجود اینکه تولد شد میگن که او پسر الله هست میگن. خیلی که الله سبحانه و تعالی از آنها نقل کرد که وقالت النصارى مسیح ابن الله، نصرانی ها گفتند که مسیح پسر الله هست. الله تعالی پاک است از فرزند. بنابراین الله تعالی میگوید که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. مسیح پسر مریم، پسر الله نیست، پسر مریم هیچ کسی نیست الا رسول، یعنی از همه مرتبه بالایش همین که وی پیغمبر است. وی پیغمبر الله به مردم است، فرستاده الله به مردم است، سفارش الله را به مردم میرساند. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. مسیح پسر مریم جز این که رسول است دیگه چیزی نیست. از همه مرتبه بالای حضرت عیسی این پیغمبر است، او پسر الله نیست. و امه صدیقه، مادرش یک زنی صدیقه است، یک اولیاء هست، یک ولی الله، یک بنده پاک الله هست. کانا یاکلان الطعام، آنها طعام میخوردند. ببینید در سوره مائده الله تعالی میگه که کانا، یعنی آنها دو نفر. کانا صیغه تثنیه است، یعنی به دو نفر گفته میشد. کانا بودن یعنی حضرت عیسی و مادرشان یاکلان الطعام، آنها طعام میخوردن و الله تعالی طعام نمیخورد. اگر اینها خدا باشند اینا چگونه طعام میخورند؟ طعام که خورد حاجت به حاجت خانه پیدا میکنه و الله پاک از این خیل کارهای پست. انظر کیف نبین لهم الآیات، ببین ای پیغمبر، ای مسلمان، نگاه کن چگونه ما به آنها آیاتهای خود را بیان میکنیم. ثم انظر انا یؤفکون، سپس نگاه کن باز به آنها که آنها چگونه گمراه هستند. مادری حضرت عیسی و حضرت عیسی طعام میخوردند. و الله تعالی در سوره انعام میگوید که قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. بگو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مردم، برای امت بگو که اغیر الله اتخذ ولیا، مگر من غیر الله تعالی دیگر کس را به خود دوست گیرم. فاطر السماوات والارض، پیدا کننده و سازنده آسمان ها و زمین است. من مگر غیر او دیگر کس را برای خود ولی گیرم، دوست گیرم، اله گیرم، شریک آرم کسی را به الله. و هو یطعم ولا یطعم، الله تعالی طعام میدهد، طعام داده نمیشود. این آیت 14 سوره انعام آیتی دراز است، لیکن شیخ الاسلام رحمت الله علیه فقط همین دو کلمه یطعم ولا یطعم و هو یطعم ولا یطعم، الله تعالی طعام میدهد و طعام داده نمیشود. الله تعالی طعام نمیخورد. الله تعالی صمد است، حاجت به چیزی ندارد، از جمله به طعام و شراب، به همسر و فرزند، به هیچ چیزی الله تعالی حاجت ندارد. الله صمد، الله تعالی بی نیاز است، بی حاجت است. طعام میدهد و طعام نمیخورد. درباره همین دو کلمه الله تعالی طعام میدهد ولی که طعام داده نمیشود، طعام نمیخورد، یک جلد تفسیر کرده. و ببینید اگر تفسیر جلالین پر قرآن را در یک جلد تفسیر کرده باشد، تفسیر ابن کثیر در 4 جلد تمام قرآن را تفسیر کرده باشد، ابن القیم فقط ایاک نعبد و ایاک نستعین یک آیت پره در 4 جلد شرح دادن. شیخ الاسلام 2 کلمه در یک جلد شرح دادن. و هو یطعم ولا یطعم، طعام میدهد، طعام داده نمیشد. الله تعالی طعام میدهد به همه، تمام مخلوقات رزق دهندش الله هست. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، در روی زمین یگان چارپای نیست، یگان خزنده نیست مگر رزق او بر ذمه الله است. الله تعالی طعام داده نمیشه. یک جلد تفسیر کردن. بنابراین وقتی که بعضی انسان ها طلب کرد از شیخ الاسلام که یک تفسیر قرآن نویسید از ابتدای سوره بقره تا قل اعوذ برب الناس، بعد گفتن که تفسیرها در این باره بسیار است، یعنی که تفسیر زیاد است. حتی شیخ الاسلام میگن که من در بعضی آیات ها 120 تفسیر را مطالعه کردم، 120 تفسیر را خواندم. با وجود همین از الله تعالی علم میپرسیدن، دعا میکردن، طلب میکردن، استغفار میپرسیدن که فهم این آیات را برای ما کشا. بنابراین یک تفسیرهای میکردن که در کتابهای پیشینه ها نبود. الله تعالی برایشان علمی
واقعا وسیع داد. بنابراین گفتم که من باید به یک تفسیرهای مشغول شوم که در کتابهای پیشینه نباشد، یعنی آن جایها و جانبهایی که مفسرها در آن جانبها ننوشتند من باید در اون جانبها نویسم. گفتن از جمله همینا همین یک یطعم ولا یطعم رو یک جلد تفسیر کردم رحمت الله علیه.